این آیه رو ببینید خیلی راحت است. اینجا ورداشته فرد نوشته از مبتکر دلالی علمی. آیا ما دانشگاهامون به کار علمی میپردازن که این دلال داره کار علمی میکنه؟ بیاین فاتحه همه مراکز علم را بخوانیم. 500 سال است در جا زده ایم، یک دانشمند نتوانسته ایم به عالم معرفی کنیم. من امروز موفق شدم 1 ساعت دیواری ساخت ژاپن را اوراق کردم، باز کردم، واقعا تکنولوژی را تحسین کردم. آفرین. ما 1000 سال دیگر نمیتوانیم یکی از آن قطعاتی را که کشور ژاپن ساخته است بسازیم. ما مملکتمون از نظر علم زوارش در رفته است. دانشکده های ما، دانشگاه های علمی صنعتی ما به لعنت حق نمیارزند. یک مش ابله درون هم می جوشند و به عنوان مهندس، کارشناس ارشد، استاد، دکتر، همینطور عین زالو میلولن و میآیند و میروند. یکی نیز از این دانشکده های ما، دانشگاه های علمی صنعتی ما بپرسد هنرتون کو؟ کارتون کو؟ چه کرده ای تا حالا؟ همش لاف لاف لاف. لاف زدن مرسوم عالم است، دخلی به کشور عقب افتاده من ندارد. کشورهای پیش افتاده هم لاف زیاد میزنند. همین دیشب بود خواندم که کشور آمریکا 98 روز دیگر مریخ پیمایش به مریخ میرسد و روی آن مینشیند و نوشته بود که دارد با سرعت 21,000 کیلومتر در ساعت به سوی مریخ می رود. من از این کشور با این تکنولوژی می خواهم دایره را به 360 قسمت کند، سر من را ببرد. بیاید این مثلث هایی که من ساختم زوایاش رو تعیین کند، طول اضلاعش رو تعیین کند، سر من را ببرد. بیاید به من بگوید کتابی که پروفسوری برای نیروی دریایی نوشته است و چندین دوره تجدید چاپ شده است، اون غلط ها را چرا اصلاح نمی کند؟ بیاید به من بگوید این خطوط مثلثاتی، این سینوس، کوسینوس، تانژانت را از کجا آورده است؟ چرا اینقدر لاف میزنند؟ مگر در مورد رفت معلوم نشد که انیمیشن بوده است؟ ناسای آمریکا حالا که داری به مریخ میروی، قبل از اینکه برسی و اون وقت برای ما انیمیشنش رو نشان دهی، بیا و معرفت کن، این زودتر انیمیشنش رو به ما نشون بده. ما صبرمون کم است. ما انیمیشن را دوست داریم. ما ابلهیم. ما انیمیشن شما را حقیقی تصور میکنیم. این رو زودتر به ما برسون. ما لحظه شماری میکنیم. تا چه؟ تا کجا؟ علم اینقدر ضعیف و خفیف و پیش پا افتاده است که هرچی دروغ، هرچی تزویر، هرچی ریا بهش میبندن که بگوین ما عالمیم. جرأت کنید، جرأت کنید با من یه نفر، یک تنه در مقابل همتون مناظره رو در روی کنیم. اگر خطا کردم مرا به همه جهان به عنوان یک خطاکار بد معرفی کنید. آبروی مرا ببرید، حیثیت مرا ببرید، ولی به جرأت میگویم جرأت نمی کنم.